سلام و عرض ادب حضور شما همراهان گرامی این بخش خبری امروز چهارشنبه 14 فروردین 98 خورشیدی. زخمی شدن جمعی از سیلزدگان دشت آزادگان از سوی نیروهای وابسته به سپاه. نیروهای امنیتی و افراد وابسته به سپاه پاسداران رژیم اسلامی در مناطق سیلزده خوزستان به سوی جمعی شهروندان سیلزده این منطقه آتش گشوده و موجب زخمی شدن آنان شدند. نیروهای سپاه پاسداران و عوامل امنیتی رژیم با هدف مسدود کردن و تغییر مسیر سیلاب از تأسیسات نفتی سیلبندها را شکسته و این اقدام نیروهای سپاه با واکنش شهروندان سیلزده محلی روبرو شده و در نتیجه به زخمی شدن تعدادی از شهروندان روستای جلیزی در مسیر دشت آزادگان شد. در این تنش و درگیری که میان عوامل حکومتی و شهروندان محلی صورت گرفت، یکی از معترضین به شکسته شدن سیلبندهای منطقه از سوی کارگزاران رژیم کشته شد. انتقال یک متهم سیاسی به زندان ارومیه پس از 1 ماه بازداشت و بیخبری. یک شهروند کرد با هویت بهروز شاکری فرزند سلیم از اهالی منطقه دیزج ارومیه با گذشت بیش از 1 ماه بازداشت و نگهداری در بازداشتگاه‌های اطلاعات نهایتاً روز شنبه مورخه 10 فروردین ماه سال جاری به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. لازم به یادآوری است که این شهروند کرد در اسفند ماه سال گذشته به اتهام همکاری و ارتباط با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون از سوی اداره اطلاعات ارومیه بازداشت شده بود. یک کارگر شهرداری بوکان در پی سانحه رانندگی جان خود را از دست داد. بنا به گزارشی که به مرکز خبری آسو نیوز رسیده، شامگاه دیروز سه‌شنبه برابر با 13 فروردین ماه سال جاری، یکی از کارگران شهرداری بوکان با هویت ناصر پیری 40 ساله در حین کار و بر اثر برخورد با یک دستگاه خودرو سمن جان خود را از دست داد. این کارگر کرد بوکانی به علت فقدان ایمنی از جمله عدم در اختیار داشتن علائم هشدار دهنده و لباس شبرنگ دچار حادثه شده و بلافاصله پس از تصادف جان خود را از دست داد. مجروح شدن 2 سرباز ارتش بر اثر انفجار مین در سقز. اخیراً 2 سرباز تیپ 228 ارتش مستقر در سقز با اسامی علیرضا کمالی و عباس افرادی بر اثر برخورد با مین از ناحیه پا به شدت مجروح شدند. گفتنی است که این 2 سرباز مجروح اهل مشهد و ارومیه بوده و جهت مداوای پزشکی به مراکز درمانی سنندج و تبریز منتقل شده‌اند. قابل ذکر است که با استناد به آمارهای موجود در سال 97 خورشیدی دست کم 60 شهروند بر اثر برخورد با مین در ایران و کردستان کشته و زخمی شدند. ضمناً هیچ پرونده‌ای جهت شکایت و رسیدگی قربانیان ناشی از انفجار مین و خانواده‌های آنان در دادگاه تشکیل نمی شود و ارگان‌های امنیتی و نهادهای مربوطه از کاشت مین در مناطق مرزی و گذرگاه‌ها به عنوان سازوکار دفاعی نام می‌برند. از ابتدای سال 98 خورشیدی تا کنون بیش از 17 تن مواد مخدر در ایران کشف شده است. به اذعان مسعود زاهدیان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر رژیم اسلامی، از ابتدای سال جدید شمسی تا کنون بالغ بر 17 تن انواع مواد مخدر در سطح کشور کشف شده است. کارگزاران رژیم اسلامی در حالی از کشفیات مواد مخدر در ایران سخن میگویند که نهادهای امنیتی و بالاخص سپاه پاسداران یکی از بزرگترین مافیای مواد مخدر در منطقه و جهان هستند.
سپاه پاسداران با در اختیار داشتن امکانات مالی و لوجستیکی گسترده‌ای در سطح وسیعی هم در داخل و همچنین ترانزیت بخش عمده‌ای از انواع مواد مخدر به خارج از مرزها نقش بسزایی را ایفا می‌کند. در همین ارتباط کشف 2 کشتی متعلق به ایران در آب‌های ژنوا و سریلانکا و همچنین انتشار تصاویر و ویدیو کلیپ‌هایی از جاسازی مواد مخدر در پیاز و سیب زمینی و ترانزیت آن به کردستان عراق و دیگر کشورهای مجاور منطقه می‌تواند واقعیتی بر این ادعا باشد. عزیزان و همراهان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم.